و هنگامی که خبری از امیدی یا ترس به آنها برسد آن را شایع می‌سازند، در حالی که اگر آن را به پیامبر و پیشوایان که قدرت تشخیص کافی دارند بازگردانند، از ریشه های مسائل آگاه خواهند شد. و اگر فضل و رحمت خدا بر شما نبود، جز عده کمی همگی از شیطان پیروی می کردید. در راه خدا پیکار کن، تنها مسئول وظیفه خود هستی و مؤمنان را تشویق نما. امید است خداوند از قدرت کافران جلوگیری کند و خداوند قدرتش بیشتر و مجازاتش دردناکتر است. کسی که شفاعت به کار نیکی کند نصیبی از آن برای او خواهد بود و کسی که شفاعت به کار بدی کند سهمی از آن خواهد داشت و خداوند نگهدار هر چیز است.